اگه جاه طلب هستی اما تنبلی، این ویدیو برای توه. چون میخوام بهت بگم چطور با کمترین تلاش بیشترین نتیجه رو بگیری. اگه رویاهای بزرگ داری ولی حتی حوصله نداری لیستشون رو بنویسی، بیا بشین این توصیه ها مخصوص تنبل‌های بلند پروازه. اگه جاه طلب هستی اما تنبلی، نگران نباش اصلا. تو تنها نیستی، ما یه قبیله ایم. قبیله اونایی که میخوان دنیا رو تغییر بدن ولی فعلا حوصله ندارن از تخت بیان پایین. سلام به همه بلند پروازای خوابالو، به همه اونایی که میخوان جهان رو فتح کنن. بعضیا میگن برای موفقیت باید ساعت 5 صبح بیدار بشی، صبحونه بخوری و قبل از 7 صبح یک کسب و کار را انداخته باشی. اما من و تو، ما هنوز داریم دنبال شارژرمون میگردیم. تنبلیت رو قضاوت نکن. شاید امروز مغزت خسته است یا بدنت انرژی نداره. اشکالی نداره، مهم اینه که فردا یکم بهتر باشی. حتی 1% رشد هم کافیه. اینو دست کم نگیر. تنهایی خیلی وقتا آدمو میخوره. با آدمایی همراه شو که میدونن موفقیت همیشه به معنای دویدن نیست. گاهی یه پیاده روی ساده با یه ایده خوب میتونه شروع یه تحول باشه. تنبلی نقطه ضعف نیست، یه سبک زندگیه. اونایی که کنترل تلویزیون، آسانسور یا سفارش آنلاین رو ساختن، فقط حال نداشتن از جاشون بلند شن. تو هم اگه حال نداری، فقط باید مسیر هوشمندترش رو پیدا کنی. بهش میگن تنبلی استراتژیک. تو لازم نیست 10 ساعت زحمت بکشی، فقط یه تایمر بذار و 10 دقیقه با تمام وجود بجنگ. تو همین زمان یه ایمیل بزنی یا یه ایده رو بنویسی، برنده ای. تنبل باش ولی با ابزار درست. رویاهای بزرگ لازم نیست با یه انفجار شروع شن. یه حرکت کوچولو مثل باز کردن یه پیچ میتونه بعد از یه مدت به یه امپراتوری ختم بشه. فقط شروع کن. از تخت، از گوشی، از همینجا. اگه تنبلی ولی رویاهای گنده داری، این کانال مال توه. ما اینجاییم تا دنیای جاه طلب‌های تنبل رو بسازیم. تو یه تنبل بی ارزه نیستی، تو یه نابغه‌ای که فقط نمیخواد بی خودی انرژی حروم کنه. میدونم خسته ای ولی این ویدیو رو لایک کن لطفاً و کانال رو سابسکرایب کن. فقط با یه انگشت انجام میشن. تنبلا هم مشکلی باهاش ندارن. و برو بخواب چون مغز خلاق خواب لازم داره.